اصفهان، خیابانها، پیاده‌روها و همان پل‌های آشنا. شهر در سپیده دم، گرگ و میش صبح و شروع کار روزانه کم و بیش این شکلی است. در این لحظات آدم‌ها به نسبت فاصله‌ای که تا کارخانه یا محل کارشان دارند از خانه بیرون می‌آیند و ماشین‌ها هم تا نیروی کار را به کارخانه‌های بزرگ و کوچکی که بیرون شهرند ببرند. چند سالی است که در شهر اثری از کارخانه نیست، ولی این دو سردر به جا مانده از دو کارخانه نساجی در خیابان اصلی شهر، خیابان چهارباغ، حکایت از شهری دیگر دارند. شهری که در روزگاری نچندان دور سراسر کارخانه شد، از هیبت تاریخی در آمد و با همان کارخانه ها و کارگرانش شکل و شمایل امروز را پیدا کرد. تلاش برای روایت روزگار سپری شده معاصر شهر را از همین کارخانه ها شروع کردیم. من یه بار دیگه هم اومدم خدمتتون برای اجازه فیلم برداری. دست بودن که به هیچ واسه اصلا کسی رو ندید یا عکس و فیلم و اینا گرفته نشد. یعنی هیچ رقمی نمیشه؟ بله یه مسائله هست که اینجا به ما گفتن این کار کسی راه نده دیگه، چه برسه فیلم و عکس بگیری، بعدم همه کاسه گذار سرما میشکنن که این فیلم. البته ما را به هیچ کدام از دو کارخانه راه ندادند، ولی مانعی هم برای دید زدنمان ایجاد نشد. این یکی ریسباف است که تاریخ 1312 بر سر درش حک شده. بخشی از ضلع شرقی خیابان چهارباغ بالا سراسر دیوارهای این کارخانه است. از سردر آن تا 33 پل 300 متر فاصله است. دومی کارخانه بافناز یا شهناز سابق است در همان ضلع شرقی چهارباغ بالا با فاصله 1000 متری از 33 پل. تأسیس در 1329. دومین جای حی و حاضر برای پیگیری سرگذشت کارخانه ها پارک قدیمی شهر بود، با این پیرمردهایی که سرشارند از خاطره کار و کارگرها و کارخانه ها. متولدی 1307. من متولد 1299 هجری هستم، ولی شناسنامه‌ام 1294 هستش. تاریخ تولد 1102، ولی یک سال اضافه گرفتند. سال 1310. کارگر ساده بافنده بودم، پشت ماشین می بافتم. بعدی منو به سرپرستی قبول کردن، بعدی هم ناظم شدم. من 1320 تو ریسباف اومدم، تا 42 سال کار کردم و بودیم تا سال 49. شغلمون هم بافندگی بود. و من تولدی 1317 یا 16 که 74 سالم میشه. پیرهای ما با ردی که از آن روزگار بر خاطرشان مانده تلاش کردند کودکی خود و زمانه پیدایش کارخانه ها را تصویر کنند. این پیتس در اصفهان فاضلاب نبود. او وقت میرفتن سریچالا اینا را راستش میکردن، بار میکردن و میمدن تو زراعت ها که میگم فیلم برداری نبوده که اینو ببینند. دکونه دستگاهی نبود جایی، مردم بر لحم زدن برای کار. من یادم میاد که خونها که تو مطبقات چیز میپختن، دوز میمد کماشنونا با گوش برم داشته بینم. اینقدر مردم بدبخت بودن. وقتی که میمدی تو زیر بازار چه یا در اینجا میرفتی که همه نشسته بودن یا چه پیش میکشتن تو خونه هاشون پری سرخه چیو مال اجتماع رو عقرب و لوتهی رو نمدونی بود. تو این اصفهان 2 خیابون بود، من یادمه 2 خیابون بود. چهارباغ خاص بود،
یکی همون چهارراهی میدون انقلاب میره برای دروازه دولت، همین دوتا خیابون دیگه، همه اینجا بیابون بود و صحرا. اینها نخستین عکس‌های موجود از اصفهان است که 20 سال پیش از تولد پیرهای ما کمی قبل از انقلاب مشروطه گرفته شده است. در چند دهه قبل از آن نساجی بخش مهمی از صنایع دستی اصفهان بود و سهم زیادی در معیشت مردم داشت که حالا با گسترش سلطه اقتصادی اروپاییان رو به نابودی می رفت. نویسنده کتاب جغرافیای اصفهان در همان روزها نوشت اقلاً عشر اصناف این شهر یعنی 10% نساج بود که خمس آن یعنی 1/5 آنها باقی نیست. یک کنسول انگلیسی در بازدید از شهر میگوید منچستر کماکان پارچه‌های بازار اصفهان را تأمین می‌کند. این شهر یعنی اصفهان حد نهایی کمال تسلط غیرقابل انکار تجارت انگلستان است. اینها عکس‌های اصفهان همان روزهاست. روزهایی که اسباب دنیای جدید از راه می‌رسید، پدران پیرهای ما میان سال بودند، سلسله قاجار نفسهای آخر را می‌کشید و روزنامه‌هایی درآمد که هنوز می‌توان صدای آن مردم را از میانشان شنید. تکلیف ما نه این است که با استماع این کلمه طیبه مشروطیت فقط به اظهار مسرت و فرح اکتفا و قناعت نماییم. باید ملت ایرانیه بدانند که به مجرد آن که دولت ایران در شمار دول مشروطه شد، اقتدار انگلیس و شجاعت ژاپن و ثروت فرانسه را نخواهد پیدا کرد، بلکه کار نه این گنبد گردان کند، آنچه کند همت مردان کند. باید شهرهای ایران را مثل بلاد خارجه صاحب فابریک و کارخانجات کنیم. ما هم باید اکثار صادرات کنیم، تقلیل واردات بنماییم. امروز به غیر از آن که تجار مملکت ما دلالی برای خارجه می کنند کاری دارند؟ صبح منتظرند که نفت وارد شود، ظهر منتظرند قند وارد شود، عصر منتظرند چای و شکر و قماشی وارد شود. تمام فلاکت فقر اهالی ایران فقط من باب نبودن کار و کارخانجات است و حکم علمای اعلام اصفهان در خصوص منسوجات داخله و من از منسوجات خارجه خیلی مؤثر و مهیج گردیده. باید مجدانه در ترتیب رواج اقمشه و امتعه اسلامیه بر سبیل اتحاد و اتفاق بکوشید تا عنقریب لباس غنا و عزت بپوشید. اگر گذشته ها را به نظر عبرت اسباب ویرانی ایران میبینید، آینده را دریابید. تا ریشه در آب است امید ثمری هست. اونطور شما به خوبی های دنیا رسید. چند ساله ده؟ 37 سال. خب نه یادت نمیاد. شمایل مردم و شهر اصفهان تا سال 1302 که این نقشه چاپ شد از قراری بود که گذشت. در این شهر به غیر از محله‌های قدیمی و پل‌ها و رودخانه از کارخانه اثری نیست تا این گوشه پایین در میان کشتزارهایی که به تازگی بر خرابه‌های کاخهای صفوی پدید آمده است. این نخستین نشان از کارخانه‌ای در اصفهان در سده اخیر است. خیابان کارخانه نساجی، کارخانه عطاالملک. فضلالله خان دهش معروف به عطاالملک، تاجرزاده فارغ التحصیل رشته صنایع از کالج بمبئی هند، نخستین کسی بود که تقاضای اجتماعی وارد کردن کارخانه نساجی مدرن را عملی کرد، ولی در راه انداختن آن کم آورد و این حاج محمد حسین کازرونی بود که کار را تمام کرد. عطاالملک اول کارخونه وطن وارد کرد. یکی داشت در آلمان به نام شونمال، نمیدونم دومادش بود، خلاصه با هم ارتباط داشتن، فامیل بودن. توسط اون ماشینا رو آوردن با گازائل و نفت و اینا تو صندوق در موردیم و میشستیم میدادیم دست آلمانیا سوار میکردن.
وقتی سوار کردن ما وایسادیم هم ماشینا کار کردن. کار ساخت کارخانه از سال 1300 در ساحل جنوبی زاینده رود و بر روی خرابه‌های کاخ 300 ساله 7 دست شروع شد و در سال 1304 خورشیدی پایان یافت و کارخانه با 4 دستگاه ریسندگی، 2 دستگاه حلاجی و 12 دستگاه بافندگی راه افتاد و اسمش را گذاشتند وطن. وطن که 7 دست یا کارخانه کازرونی هم خوانده میشد و از امتیاز قانونهای حمایتی دولت برای صنایع جدید کارخانه‌ای سود می‌برد، با 100 نفر کارگر شروع کرد و 500 متر پارچه 1 لا و 2 لا ارز پشمی. ماشین‌هایش همه ساخت آلمان بود و فقط دوک‌های ریسندگیان از انگلیس آمده بود. کارخانه به بار نشست، امتعه وطن به بازارهای سراسر ایران سرریز، پتوی وطن برای قشون دولت پهلوی اول پیش خرید و آوازه حاج محمد حسین کازرونی همه جا پیچید. کازرونی بازرگانی پیشرو بود که در 4 دهه آخر حکومت قاجار در کار تولید و تجارت به ویژه تریاک سرمایه هنگفتی به دست آورده، پیش از مشروطه در راه اندازی مجلس تجار دستی داشت و بعد از آن در حمایت از مشروطه و تأسیس شرکت اسلامیه و بانک ملی هم کم نگذاشته بود. مسجد و مدرسه می ساخت، خیر بود و در سال 1310 6 سال پس از راه اندازی وطن اتاق تجارت اصفهان را هم تأسیس کرد و نخستین رئیس آن شد. کازرونی که میگویند علاوه بر وطن 2/3 مستقلات اصفهان را هم صاحب بود، کارخانه را توسعه داد و نسبتاً بی دردسر اداره کرد تا اینکه در اردیبهشت 1311 وطن و ماترکش را گذاشت و به دیار باقی شتافت. در گذشت کازرونی که با سفر 4 روزه صادق هدایت نویسنده شهیر به اصفهان همزمان بود، در کتاب اصفهان نصف جهان اینطور توصیف شده است: تنگ عصر بود که به دیدن پل خواجو رفتم. کنار رودخانه قلمستان درخت‌های بید و تبریزی بود که محل گردش مردم است و صدای قلت آواز انسان و قورباغه شنیده می‌شد. کارخانه پارچه بافی کازرونی در آن طرف رودخانه دود زده و سیاه به نظر می آمد که عزای مرگ صاحبش را گرفته بود. این آقا که نوه همان حاج محمد حسین کازرونی است و خودش بعدها مدتی مدیر وطن بوده، روایت هدایت را اینطور ادامه می دهد: به مناسبت مرگ او دسته راه انداخته بودند که این نوح را می‌خواندند. دسته را انداخته بودن پشت سرش، بقیه دسته میگفتن رفت از جهان فانی آقای کازرانی. اون دسته بعدش میگفتن شد خاک بر سر ما زین مرگ ناجهانی. شد خاک بر سر ما زین مرگ ناجهانی. هدایت در ادامه کتابش میگوید همین نشان میدهد که استعداد مردم برای عزاداری زیاد است. دیروز در دکان عکاسی بودم. عکاس گفت 2 روز است مشغول بزرگ کردن عکس کازرونی است و امروز که تاسوعا است. مردم میروند تخت فولاد برایش فاتحه بخوانند. از کارخانه وطن آن سالها این فیلم هم بر جا مانده که روس‌ها در 1312 برداشتند. کارخانه که 100 نفره راه افتاده بود، در آن سالها نزدیک به 2000 نفر کارگر در شبانه روز داشت که بیشترشان ساده و بیسواد بودند.
ماشین به موقع سر ساعت 6 که میمدیم باید یارو که روز کار بود میرفت دوباره دستش میذاشت رو سویچ ماشین راه میافتاد. ما بودیم تا صبحی ساعت 6 صبح، یعنی 13 ساعت شب ما اینجا کار میکردیم، روزام 11 ساعت و خیلی سخت. وقتی شما میمدیم صبحی که میمدیم از کارخونه بیرون، وسط راه که میرفتیم همونطور پیلی میرفتیم میافتادیم نزدیک بود بیافتیم رو زمین از بیخوابی. اونجا قانون نبود که صبح میرفتیم بعد شب میمدیم، شب میرفتیم اصلا شب بلند بود، 14 ساعت شب کار میکردیم. وطن در دهه دوم قرن حیات پر رونقی داشت و شکوهش تنها با این دو گزارش مخدوش شده است. یکی آتش سوزی ریسندگی پشم آن است که منجر به نابودی بخش قدیمی کارخانه شده و البته به سرعت بازسازی می شود، و دیگری دست از کار کشیدن 500 نفره کارکنان در سال 1310 برای دستمزد بیشتر و اصلاح ساعات کار روزانه از 10 به 8 ساعت است که منجر به افزایش 20% مزد و دستگیری و زندان برخی از سازمان دهندگان آن می شود. واقعه‌ای که بعدها از آن با لفظ نخستین اعتصاب یاد کردند. در سالهای قبل از 1320 وضعیت اداره و نظم کارخانه اینطوری است. پاسبان، بله شهربانی پاسبان دم در کارخانه پلیس بود. شهربانی دخالت میکرد در کارخانه ذات. خدا نکند که این 13 ساعت شب اگه این چشمون به هم میرسید 2 بار ماشین به ما میدادن بپان، 2 بار رینگ میپایدیم. اگر یکی این سرا این سرا بالا بود آب هم به خالی میمد سرکاره میزد تو گوشمون میزدمون میگفت چرا این سر بالاست. حسین سیاره، این حسین سیاه از به اصطلاح دربانهای کارخانه وطن بود و یه مردی بود خیلی خشن و کارگرها رو نظم و ترتیب میداد. دم در کارخانه هر کارگری که دیر میمست سر کار وارد میشد برش میگردون برگردت بده فردا صبح بیاد و یک روز بیکار بمونه. به هر حال وطن آنقدر سودده بود و حمایت‌های حکومتی آنقدر مؤثر که به تقلید از آن در سالهای 1311 تا 1320 8 کارخانه دیگر در کنار زاینده رود و چهارباغ بالا ساخته و راه اندازی شد که همین ریسباف که ما را به آن راه ندادند نخستین آنهاست. به غیر از ریسباف 7 کارخانه دیگر ساخته شده تا قبل از 1320 اینها هستند: کارخانه رحیمزاده ساخته شده به سال 1314 در حاشیه شمالی زاینده رود و فاصله 2 کیلومتری غرب 33 پل و چهارباغ. کارخانه نختاب 1314 1 کیلومتری شرق 33 پل و چهارباغ شمال زاینده رود روبروی پل جویی. کارخانه پشمباف 1314 واقع در ضلع شمالی پل خواجو که چند ساختمان به جا مانده از آن تغییر کاربری داده شده در اختیار صدا و سیمای مرکز اصفهان است. کارخانه ریسندگی نور 1315 ضلع جنوبی پل خواجو. کارخانه زاینده رود 1315 غرب کارخانه وطن و ساحل جنوبی زاینده رود. کارخانه شهرزای جدید 1315 همسایه جنوبی ریسباف و کنار چهارباغ بالا. کارخانه صنایع پشم روبروی ریسباف و غرب چهارباغ بالا. شروع ساخت 1314، بهره برداری 1317،
که حالا کوشک یا ساختمان اداری مرکزی آن دبیرخانه شورای شهر اصفهان است. و اما ریسباف که پیش قراول 8 کارخانه جدید بعد از وطن بود و نسبت به آن با معماری و ماشین‌های بروزتری راه افتاد، این گونه توسط شخص اول مملکت حمایت می‌شد. رضا شاه مستقیم آمد این ماشینی که من مشغول کار بودم ایستاد. من کنار ایستادم به طور خبردار وایسادم و یه نگاهی به من کرد و گفت چی کار میکنی؟ بهش گفتم که پارچه برای افسران شاهنشاهی میبافم. گفت چقدر حقوق میگیری؟ گفتم حقوق من کارمزد هستش، هرچی که کار بکنم مزد میگیرم. گفت که سواد داری؟ گفتم بله من سواد دارم. گفت کسی دیگه هم سواد داره؟ گفتم هیچ کس دیگه سواد نداره، فقط من هستم که سواد دارم. گفت اینجا درمانگاهی چیزی هم دارین شما؟ گفتم ابدا هیچی نداریم اینجا. این سوالات از من کرد و رفت. فردا صبح 2 بخشنامه از 2 وزارتخونه آمد برای کارخانه ها. یه بخشنامه از اداره فرهنگ آمد، نوشته بود که کلیه کارفرمایان موظف هستند که یک کلاس اکابر در کارخانه دایر بکنند و هر کارخانه‌ای موظف یه درمانگاه داخل کارخانه بگذارد و یه دکتر. این کارخونه که شروع شد این 5 ساله، تمام دخترها را میگفتن فقط میدیم به کارخونه یا چون اینا این میکنن کار دارن مزد دارن. هرچی میرفت و ساره میرفت خواستگاری اول میپرستن کارخونه میره بسیار حالا که میگه دانشگاه مثلا چیز لیسانسش رو گرفته، ماشین داره، نخونه داره، اون روز اول میپرستن کارخونه میره، پول جای پیدا نمیشد. وقتی ساعت 2 بوق کارخونه بوق میزدن، مثلا صبح به صبح ساعت 6 یه بوق میزدن، سر شیفت به شیفت بوق میزدن که تعطیله. صداش تا همه جا اصفهان اینجا میمد تا نزدیک 4 بابایی بعد هم میزد، صنایع میزد، شهرناز میزد، شهرزا میزد، کارخونه ریسباف میزد، همهشون میزدن با هم. بوق چه زده میشد؟ این پلیسی یا سپولیا مثلا خواجو از چرخی ماشین رد نمیشد، چون اون روزا ماشین از روی این 2 پل میرفتن. از روی این پل 2 چرخ سوار چه میرفت دیگه ماشین رد نمیشد. اینقدر جمعیت بود، هر کارخونه برای خودش 2000 تا 3000 تا کارگر داشت. یکی برم میزد، یکی صدا نازک میزد، هر بوقی یه صدایی داشت. بوق که میزدن که میمانن دیگه سری چرخ بود که هر کارگری چرخ داشت میمد از پل این برا از پل زاینده رود اون برا میمدن. بله. تا سال 1320 به غیر از شهناز که هنوز ساخته نشده بود، همه کارخانه ها با سرمایه حاصل از فروش سهام به عموم مردم و پول سرمایه داران و تجار به صورت شرکت راه اندازی شد و قریب به 10,000 نفر در آنها مشغول به کار شدند. وقتی که این کارخونه ها رو میخواستن راه بندازن، به مردم توصیه میکردن که هر چی شیر میخواد بیاد بسونه. یه صفحه های درست کرده بودن به نام شیر که این زنها طلاشونو، تشتشونو، چیزاشونو میرفوختن و یه سهام 100 تومن میستدن. این سهام، این سرمایه مال این مردمون بیچاره بود. این کارخونه زاینده رودی که سهامش 1 قرش 1000 تومن بود یه موقعی، بهش گفتن شیر زاینده رود. هر پیر زنی، هر کسی یه قرون پول داشت به شیر زاینده رود میخواد، باید بینه آموز محمد کاظرونی که مدیر اونجا بود یه شیر زاینده رود میخواد. سهام هم گفتن شیر، یه سهام میخواد، سهام خیلی داشت. شهر حالا 9 کارخانه بزرگ دارد. خرابه‌های کاخهای صفوی به باغ‌های صنعتی تبدیل شده و بیش از 1/3 جمعیت 204,000 نفری اصفهان از گردش کار کارخانه‌ها معیشت می‌کنند و پارچه‌های آنان به تن تمام مردم ایران می‌نشیند. 3 شهریور 20 کشور به اشغال متفقین در می‌آید. رضا شاه در راه تبعید به موریس
2-3 روزی به اصفهان آمده میهمان میرزا محمد جعفر کازرونی می شود. محمد جعفر حالا کارآمدترین پسر از 6 پسر کازرونی بزرگ و رئیس کارخانه وطن است. جشن افتتاح سالن جدید نساجی کارخانه وطن در حضور آقای محمد جعفر کازرونی. این بابا یه جوانی 18-19 ساله به نظر آمده است. من 1111 به دنیا من 3 سال آمده. این سشا خدا بیامرزه سا میزم هم جعفره کلا از کجا آورده؟ دیدی کت شلوار را یا مالی مسئول خودش است. نه خدا بیامرزه قرآن. در این زمان شرکت نفت 10 کارگر نداشت. حالا رضا شاه رفته است. در پاییز همین سال 20 سکوت 16 ساله رضا شاهی شکسته شده، دوباره صداهای مختلف از روزنامه‌ها بیرون می‌زند. اینها نخستین نشانه شروع دورانی جدید است که البته مترادف است با تغییر شرایط اقتصادی، تورم و گرانی روز به روز نان. گندم اگه می‌خواستی درید کن نون با یه من نون درست کرد گندم چرکش در اون تاریخ که نون چرکی 5 شی بود و بعد شد جو شد میدادن 1 تومن 10 ریال از کس قادر نبود. اگه یه خورده نون گندم میدید رو این پیشخوناشون آسه که میدید که وقت نون باید نبینه و هم داشت از دهنش مردم تمام این دهنشون از این نون زور تیکه ها پره شده. دولت تلاش می کند با افزایش حقوق کارمندانش اوضاع را کنترل کند، اما همه چیز دولتی نیست. امیرقلی امینی، یکی از روزنامه‌نگاران شهر، به مدیران کارخانه ها می نویسد: شما تصور می کنید مزدوران و جیره‌خواران دولت چه اندازه هستند؟ تمام این آقایان به اندازه یک کارخانه از کارخانه های اصفهان نیستند. اگر باور ندارید، عصرها نزدیک غروب تشریف ببرید روی پلها بایستید و ملاحظه فرمایید تعداد هنگفت زن و مرد و کودک، یعنی کارگران کارخانه ها که همه کوفته و خسته و با رنگ پریده هستند. در خواهید یافت مزد اینها از 30 شاهی تا حد اکثر 5 ریال است. مگر اینها آدم نیستند؟ نان و لباس نمیخواهند؟ چرا درباره اینها فکری نمی کنید و راه علاجی نمی؟ حرف از کارگر و طبقه آن زیاد است. به حقوق مزدوران دولت اضافه می شود، فروش کارخانه ها و سودشان پایین آمده، حقوق کارگران ثابت است. در تهران احزاب به سرعت تشکیل می شوند. زمستان هنوز تمام نشده که هسته اولیه شعبه حزب توده در اصفهان با 9 نفر شکل می گیرد. 2 نفرشان کارگر کارخانه اند. تا تابستان بعد، مرداد سال 21، افکار حزب توده در بین اکثر کارگران گرسنه کارخانه ها نفوذ می کند. تقی فداکار، وکیل دادگستری جوانی که مسئول کمیته اصفهان حزب توده است، به این نتیجه می رسد که توانایی سازماندهی اعتصاب کارگران را در برخی از کارخانه ها دارد. روز 28 مرداد 21 کارگران کارخانه شهرزای جدید اعتصاب می کنند و روز بعد کارگران پشم باف و بافندگی صنایع پشم هم به آنها می پیوندند. مدیران کارخانه ها به شیوه مرسوم دوره رضا شاه رئیس شهربانی و فرمانده لشکر را به کمک می طلبند. واحدهایی از لشکر اصفهان جلوی کارخانه ها صف می کشند ولی برخوردی روی نمی دهد. اعتصاب 3 روز ادامه دارد و پس از چند جلسه مذاکره قرار می شود مزد کارگران سدی 40 افزوده شده، رعایت بهداشت آنان نیز بشود. احمد قوام، نخست وزیر وقت، هم برای جلوگیری از تکرار و گسترش اعتصاب بلافاصله هیئتی از وزارت پیشه و هنر به اصفهان اعزام می کند که با پادرمیانی آنها توافقهای جدیدی به نفع کارگران حاصل می شود. اجرای توافقنامه محور فعالیت‌های فداکار و یارانش برای متشکل کردن کارگران می شود
و به تدریج در هر یک از کارخانه‌های اصفهان اتحادیه کارگران آن کارخانه شکل می‌گیرد. روز 5 آذر 1321 از وحدت اتحادیه‌های 9 گانه کارخانه‌های ریسندگی و بافندگی اتحادیه کارگران اصفهان تشکیل می‌شود. رئیس اتحادیه تقی فداکار است. تا اردیبهشت سال 22 اتحادیه با 11400 نفر عضو، یعنی تقریباً تمام کارگران نساجی‌ها، قوی‌ترین اتحادیه کارگری ایران شده است و حداقل حقوق را بر روزی 15 ریال 3 برابر سال پیش تثبیت می‌کند، به علاوه 10 سیر یا 100 درم نان رایگان روزانه. خب در بغل هر کارخونه یه نون با خونه گذاشته بودن. کارگره چه زن نداشتن 5 نون میدادن بهشون، 5 4 تا نون بود. روزام گفتم 5 یعنی 1 کیلو بیشتر. اونایی که زن داشتن 100 درم میدادن. 100 درم هم تقریبا 80 نون شد. رو فراخوری آیل مندیش بهش نون میدادن. وقتی از کار خلاص میشد دستمالش رو وا میکردن. ما چند تاشون این محل داشتیم که کارخونه میرفتن. وقتی کار نداشتن نه میگفت اسمال نون با نونا میدید که برای 100 درم. گفت خدا را شکر این 100 درم نونا میده. این 100 با 100 درم نون قانع بودن. چندی 100 درم. در نیمه نخست سال 22 کارخانه‌داران که در سالهای قبل به سودهای 50 تا 100% عادت کردند و حالا با کاهش سود و افزایش هزینه‌ها و حقوق دست به گریبانند، در تقابل با اتحادیه و پیوند با مسئولان شهر تلاش می‌کنند با راه انداختن چند حزب جدید از جمله حزب نهضت ملی ایران شاخ اتحادیه را بشکنند. حزب‌ها از کارگران عضو می‌گیرند، برخوردها در کارخانه‌ها شروع شده، کارفرماها هم بی‌نصیب نمی‌مانند. انتخابات مجلس 14 در راه است. انتخاباتی طولانی و پرشور که نخستین انتخابات آزاد پس از عصر رضاشاهی است که منتخبانش از پیش منصوب نشدند. آزادیخواهان در این فکرند که با یک مجلس قوی یا سفره سلطنت را به کل جمع کنند یا اینکه شاه جوان را در حدود سلطنت محدود کنند و حکومت را به مردم بسپارند. از اصفهان تقی فداکار هم کاندیداست. فداکار که در ائتلافی با 2 نامزد مورد وثوق قدرت‌های سنتی شهر قرار دارد، با 30499 رأی منتخب نخست شهر است. فداکار وقتی که وکیل شد و روزی که می‌خواست برد از تهران از اصفهان برد بیرون، کارگرها مشایعتش کردند و تمام کارخانه‌جات رو تعطیل کردند و در حسرت من تو خیابون ها شعر برش بسته بودم زنده با تقی چت صده تقیه فداکار هم دیده بودمش. من یادم میاد که حزب توده تقی فداکار وقتی راه می افتادن از این سری درواز داره تا همین بالای هزار جریب صف 4 نفری زنده با تقی فداکار. در آغاز سال 23 کارگران که حالا اتحادیه، حزب و نماینده مجلس دارند هنوز به غم نان دچارند و مسبب آن را سرمایه‌داران می‌دانند. عبدالحسین سپنتا، سازنده فیلم دختر لر، نخستین فیلم ناطق فارسی، در روزنامه تازه تأسیس خود می‌نویسد: کارخانه‌های اصفهان را برای تملق از شاه منچستر ایران می‌نامند. چون خود شاه بزرگترین سرمایه‌دار ایران است، مایل از سرمایه‌داران کوچک را نیز تقویت کند. کارگر میگوید: آقای سرمایه‌دار، عصبانی نشوید. هر کدام از ما که از زیر چکمه عمال رضاشاهی جان به در بردیم، حقوقمان پایمال ثروتمندان محلی شد. در جلوی گرد و خاک مسموم ماشین حلاجی پشم و بالای دود و بخار زهرآلود دیگ‌های رنگرزی و ماشین‌های خطرناک کارخانه کار کردیم و اگر کارفرمایان لقمه نانی به ما دادند، ما هم 100 سود به صاحبان سهام رساندیم. در حالی که فراکسیون حزب توده مجلس در کار اتحاد با دیگر فراکسیون‌ها برای محدود کردن قدرت شاه و ارتش است، در اصفهان کشمکش بین کارگر و کارفرما ادامه دارد. در 29 فروردین 23 چند کارگر اخراج شده توسط اتحادیه کارگران که منتسب به حزب وطنند به کمک عده‌ای از اوباش قصد ورود به ریسباف را دارند.
کار به درگیری کشیده، کارگران مجاور از صنایع پشم و شهرضا نیز به قائله پیوسته، قوقایی از زد و خورد کارگران و چاقوکشان شکل میگیره. آشوب با دخالت شهربانی و یک دسته سوار و تیراندازی با 35 نفر مجروح تمام می شود. روز بعد کارگران عصبانی در کارخانه ها پناه گرفته دست از کار کشیده کارخانه ها را اشغال می کنند. در مقابل کارخانه‌داران در تهران بست نشسته کارگران و حزب توده را به عنوان هرج و مرج طلب و ناقض حق مقدس مالکیت خصوصی معرفی کرده آنان را بی نان و اجرت می‌گذارند. فداکار سراسیمه از مجلس به اصفهان می آید و اعلام می کند که باید در انبارها باز شده مواد در بین کارگران تقسیم شود و چون کارگران احتیاج به اجرت دارند لازم است از محصول کارخانه ها به مقدار لازم به آنها داده شود. این اقدام فداکار موجی از کمونیسم، هراسی و تهدید حق شرعی مالکیت خصوصی در جامعه و مجلسیان به راه می اندازد. در نتیجه ائتلاف آزادیخواهان مجلس می شکند و نمایندگان قوانینی برای پیشگیری از تکرار این خطر اجتماعی یعنی شورش کارگری اصفهان تصویب می کنند. ورقها به سرعت برمی گردد. تا 20 اردیبهشت با دخالت نماینده دولت و توافق فداکار قرار می شود که دیگر اتحادیه کارگران در امور مدیریت کارخانه ها مداخله نکنند. در هفته نخست خرداد مدیران کارخانه ها از تهران برگشته، بوق کارخانه ها به افتخارشان به صدا در می آید و با دسته های گل کارگران استقبال می شوند. از ستون طنز روزنامه سپنتا می خوانیم: آژیر در اصفهان، روز شنبه 6 خرداد ساعت 9:13 صبح، ناگهان صوت کارخانجاتی وطن و شهرضا به علامت آژیری اعلامی خطر بلند شد. اهالی از شنیدن صوتی بی موقع نگران و هراسان گردیدند، ولی بعداً معلوم شد که 2 نفر از مدیران از تهران برگشتند. منبع بیسی میمان آرزون بود. ماشین ها به کارند و آشتی برقرار و کارخانه ها در کار آبادی شهر. اعانه کارخانجات برای مصارف خیریه. کارخانه وطن و زاینده رود متعهد شدند پل جویی را تعمیر کنند. توزیع پتو توسط کازرونی و همدانیان. بیمارستان امین احسان کارخانه ریسبا. علیرغم اینها بازارها بیرونقند، تورم و خرابی اقتصادی هم ادامه دارد. خیابان اصلی شهر صحنه نزاع و درگیری بین کارگران کارخانه هاست. خیابان چهارباغی بالا چند تا کارخانه بود، محل تجمع بود اصلا. تا یه اتفاق می افتاد از هر 5-6 تا کارخانه می ریختن بیرون تظاهرات میکردن. یه وقت گفتن این پان ایران اسمیه، یکی گفتن حزب مالی حزب ایرانه، یکی هم گفتن مالی حزب ایرانه. همه اینقدر احزاب درست کرده بودن این ور اون ور. شوم تو این 4 باغ نقلی بزن بود و کتک میون یه سکه یخت قوی میشدن میریختن رو اون سری اونا ریختن. در همین روزهای نیمه دوم سال 23 چند بازیگر جدید وارد کارزار می شوند که یکی همین آقاست که نماینده کارگران ریسباف بود و عضو هیئت مدیره اتحادیه. اعتصاب که می کردیم حقوق نمی دادن، برای حقوق می گرفتیم. می گرفتن. بله. اینا 2 تا نماینده بودن، یه چیوان بود یه چی شمس صدری رئیس کارگرای اون طبقه اون طرفی بر علیه حزب توده بود. نماینده بود، کار که نمی‌کرد. نصف طرفدار داشت نصف نداشت. شمس صدری هنوز هستش، نمرده. شمس صدری هم نماینده کارخانه ریسباف بود. دیده بودین؟ من تو گوشش هم زدم. به شما عرض کنم که نام من شمس الدین نجم صدری هست. این اومد پشتیبانی حزب بکنه شمس داچش منم کوفتم تو گوشش. آره. همه کارخونه ماشینا رو خوابونده بودن اومده بودن، نمیذاشتن کارخونه کار کنه. چرا؟ برای اینکه من حزب توده رو مغایر با منافع کارگران ایران میدونستم.
برای اینکه حزب توده همیشه میخواست کارگران و مردم رو گشنه نگه داره برای تقویت حزبش، در صورتی که ما فعالیت میکردیم برای رفاه مردم. اما میدونم که بابا ما اینا حتما کمک بهشون میکردم، به شمس سعدی اینا. دیماه 1323 شمس صدری اتحادیه جدیدی تأسیس می کند و در 25 دیماه موجودیت اتحادیه کارگران و پیشوران و دهقانان را اعلام می کند. اتحادیه‌ای که به اتحادیه نصر من الله معروف می شود. الهام گرفتیم از دانشمندان اون موقع و تابلو رو نصب کردیم. بالای تابلو نوشتیم نصر من الله و فتح قریب و زیرش هم اتحادیه کارگران و کشاورزان و پیشوران. این یه مبارزه اینی بود، سنتی بود با حزب توده. اتحادیه نصر من الله که با اقبال اکثریت کارگران و کارخانه‌داران و حکومت مواجه است، در چند حضور خیابانی قدرت خود را به نمایش می‌گذارد و اعلام می‌کند کارگران وطن پرست اصفهان برای خود اتحادیه حقیقی تشکیل داده و به کلی از سیاست کنار کشیدند و طوق بندگی و بردگی سران توده را از گردن برداشتند. کسی میگفت چرا؟ میگفتن این توده است، بردندش در کارخونه، اینقدر میزدندش چرا نبردش کدو برده چیزش کردن. هر کارگری که بر علیه اتحادیه توی کارخانه فعالیت میکرد، ما در هر صورت اونجا می نوشتیم به کارفرما که ایشون باید اخراج بشن. بله، ببینید در هیچ کاری نمیشه آزادی باشه تا یه سر زور نباشه، نمیشه. مگر حالا از نظر اداره مملکت میشه آزادی باشه؟ نه، ولی خب قانون بالاخره یه چارچوبی براش میذاره. خب بله، قانون بله یه چارچوبی درش هست که انجام بده. اتحادیه که حالا با پیشوران و دهقانان شهر 23,000 نفر ابواب جمعی دارد و با جمع آوری حق عضویت اعضا 0.5% حقوقشان پول هم دارد، قدرت نخست شهر است و همه نیروی خود را صرف سرکوب کارگران توده‌ای می‌کند. ما میشستیم توی اتحادیه تصمیم بگرفتیم که کی باشه چی نباشه. متوجه؟ نشستیم توی اتحادیه 5-6 نفری تصمیم گرفتیم که بهرامپور بره بیرون از این تشکیلات. از این جهت شد که بر علیه توطئه چینی کردیم و زدیمش بیرونش هم کردیم. در اردیبهشت 24 امیر کیوان، نماینده کارگران کارخانه نور، عضو هیئت مدیره اتحادیه و همپیمان شمس صدری، برای گوشمالی بهرامپور، عضو توده‌ای اتحادیه و نماینده پشمباف، به پشمباف می رود. جمعیت تخت پلو تا کارخانه نور و اینا همه اومدن در کارخانه پشمباف، در بسته بود. من همونجا بودم. وقتی جمعیت رفت اونجا پشتی در کارخونه‌اش برن تو، خودی من اونجا وایساده بودم. درگیری خیلی سختی اتفاق افتاد که زنجیر اصابت کرد به چشم کیوان. زدندش، یکی با زنجیر همینطور که میزد تو سرش، این دونه زنجیر افتاد تو چشمش، این تخمش رو در آورد. یک چشمش از دست داد بر روی این قسمت و بهرامپور هم خیلی شدید ضربت خورد. در خرداد 24 اصفهان همچون بقیه کشور صحنه قدرت نمایی دوباره حزب توده است. حزب توده تصمیم گرفت من رو بکشد. شهر بی استاندار و شهربان مانده و اتحادیه و شمس صدری در معرض خشم هواداران توده. در اتحادیه ما سنگربندی کردیم، فرستادیم از کوسوفه و این طرف و اون طرف سنگ‌های زیاد آوردند و بالا سر در اتحادیه سنگربندی کردیم. الله اکبر. من آمدم پایین، به اتفاق به اصطلاح احمد کفمی سوار درشکه شدیم. دم دروازه دولت که رسیدیم من دیدم لورا پخشن اونجا و آماده هستن که خلاصه ما رو بگیرن بکشن.
شمس صدری با خوششانسی از مهلکه می‌گریزد، ولی به جای او حسین صرافیان، نماینده کارخانه شهرضا و عضو هیئت مدیره، در جلو ساختمان اتحادیه چاقو خورده کشته می‌شود. تشییع جنازه صرافیان مجال تازه‌ای در اختیار شمس می‌گذارد. تمام این کارخانجات رو ما تعطیل کردیم، شهر رو تعطیل کردیم دنبال این جنازه. و درست یادم هست که دم دروازه دولت این جنازه سر دست بلند شد و من رفتم روی کرسی روی شونه کارگرها و شروع کردم به صحبت کردم و در اون صحبت 1 ساعت شاید بر صحبت میکردم. از شاه گرفتیم به فوش دادن و ناراضی کردن تا که این چه مملکتیه با داریم. تابستان 24 جنگ دوم جهانی تمام می شود. قرار است در پاریس آزاد شده کنفرانس بین المللی کار تشکیل شود. دولت نمایندگانی از کارگران را برمی‌گزیند، ولی شمس صدری موفق می شود نمایندگان توده‌ای را کنار زده با امیر کیوان عازم پاریس شوند و به عنوان نماینده ایران در اتحادیه بین المللی کار سخنرانی می کنند. اون موقعی که ما رفتیم اونجا ما خودمون هنوز قانون کار نداشتیم. قانون کار و قانون بیمه اجتماعی نداشتیم. اونها از ما تقریبا چندین صد سال جلو بودن و روی یه تشکیلات قانونی میرفتن. همه چیز قانون بود، ولی ما نه، ما همه چیز زور بود و حرف، یا زور کارفرما بود یا زور کارگر بود. اینجوری بود. اتحادیه که سرانش از پاریس برگشتند، چهره‌ای فرهنگی به خود گرفته، بولتن و روزنامه منتشر می کند و توده کارگران را به سالن‌های تئاتر می کشاند. فرهمند و ارامزد به ما خیلی کمک کردن کار تئاتر اتحادیه. وقتی اتحادیه چه تشکیل می شد، من سخنرانی می کردم. اول یه سخنرانی من می کردم، بعد این شروع می شد و بیشتر تئاترهای ملی بود. مثلا مثل کاوه آهنگر، وقت برای کارگرها پول نمی گرفتن. هر کارخانه هر شبی یه دیر مجانی را می برد به تئاتر. تماشاخانه های این روزهای چهارباغ تا سالها بعد و با نمایش های کمدی انتقادی پر رونقند و شهرتی ملی پیدا می کنند. و اما حاجی بهشتون قضیه من میبینیم حالا پارچه فروشه. عرض کنم که ما انواع اقسامی پارچه نداریم. باید داشته باشیم. تابستونی یا زمستونی، پشمی یا نخی، جنست جور باشه. بعد تو که خیلی بی‌انصاف. چرا؟ به خودی من پارچه بافتی خول انجونا به اسمی گاواردین انگلیسی قالب کردی. متری 40 تومن متری 110 تومن تبیان صاف. داشته باشه. نیادا. چلو بفروش 80. اگه 120 فروختی یعنی 3 برابر گندش در میاد. از محمود شما چرا؟ ده اکبر آقا به منم پشتی گرون میرفوشی. قیمت اتاقی بیان صافش اسم من چه؟ به تو هم رادیو منو گرون تعمیر میکنی. تو چه رادیو داری؟ در اردیبهشت 25 پیشرفته ترین قانون کار خاورمیانه آن زمان به امضای احمد قوام که برای بار چندم نخست وزیر شده میرسد. قوانین بیشتر به کار توازن قدرت بین اتحادیه ها و سرمایه‌داران میخورد و در این میان وضعیت کارگران خردسال و زنان که بیش از نیمی از جمعیت کارگرانند به کندی اصلاح میشود. والا ما مردمون بیکار بود و مجبور شدم 4-5 تا بچه داشته، مجبور شدم خودم رفتم سر کار. مردم گفته که کار من سال من جای بیکار نمیگرفتنش و خودم رفتم سر کار. هر زنیشه شاغل بود، بچه داشت میورد دنبالش و در کنار اون سالون مثلا میرفتن سر بچه‌هاشون تا اینکه این شیرخوارگاه چه تأسیس شد براشون خیلی خوب شد. یه سال گذاشتن و یه نفر زن گذاشتن مسئول این شیرخوارگاه. تا 2 بعد از ظهر من بیچاره رو خوش میکرده، رفت و رفتشون میکرده، غذاشون میدادم، شیش و پسونیشون میدادم تا مادراشون بیام. 8 ساعت مادراشون داشتن بیچاره ها میرفتن سر کار میکردن سر داغماشی. نمیتونستیم نهار بخوریم، نمیتونستیم شام بخوریم، داده هم بیچاره زخم کردیم. این ور میزد، اون ور میزد، اون ور میزد. اینا زخم ساکنش کن اون یکی، اون یکی ساکن کن اون یکی. سال 26
صنعت نساجی اصفهان که از کشمکش چندین ساله کارگران تضعیف شده، با وضعیت جدیدی مواجه می شود. سیل اجناس خارجی و آمریکایی بازارهای ایران را پر کرده، محصولات تولیدی کارخانه‌های اصفهان فروش نمی رود. سهام کارخانه‌ها بی‌ارزش می شود. حق این زن و بچه ها، مردم یار اومد بفروشد، میدید نمیخرن، میریخت تو ایماد جوغی بابا هستن تو میدون شاکال میگن میدون نقش جهان تو جوب سالت خالی میکرد. شاید خدا تو من سهم همرنج خریده بودم ریخت و جوب آور پس کس ور نمید. سال 28 تجار با عرض بی حساب دولت پارچه وارد می کنند، فریاد کارخانه دار به جایی نمی رسد. کارگران کارخانه شهرضا 3 ماه است بی حقوقند. شهرضا تعطیل می شود و کارگران بیکار. موضوع اعطای وام از سازمان برنامه مطرح می شود. تا آخر پاییز 29 اگرچه اوضاع برای کارگر و کارفرما بحرانی است، ولی این موضوع ملی شدن صنعت نفت است که در کانون توجه قرار می گیرد. در 29 اسفند طرح ملی شدن صنعت نفت به تصویب مجلسین می رسد. بهار 1330 با تلگراف‌های تبریک برای ملی شدن نفت به دکتر مصدق و آیت الله کاشانی شروع می شود. در همان نوروز کارگران ریسباف تعطیل شده به استانداری می روند و غوغای تازه‌ای برپا می کنند. استاندار عوض می شود. فروردین 30 هنوز تمام نشده، در خوزستان اعتصاب کارگران شرکت نفت به خاک و خون کشیده می شود. در اصفهان صبح روز بعد حکومت نظامی است. کارگران همان اول صبح پارچه ها را نوشته صندوق اعانات برای کمک به کارگران بی حقوق مانده شرکت نفت به دست گرفته جلوی کارخانه ها صف می کشند. ساعت 3 بعد از ظهر کارگران نور، پشم باف و نختاب از سمت شمال زاینده رود به سمت میدان 24 اسفند انقلاب کنونی حرکت می کنند. کارگران وطن، زاینده رود، ریسباف، شهرضا و صنایع پشم هم از جنوب زاینده رود به خیابان چهارباغ بالا سرازیر شده، قصد عبور از 33 پل را دارند که با صف فشرده سربازان مواجه می شوند. آن طرف پل جمعیت کارخانه‌های کوچک و بزرگ حومه شهر با انبوه کارگران کارخانه رحیمزاده از غرب چهارباغ وارد شده به میدان می رسند. فرمانده دستور شلیک می دهد. سربازان سرپیچی می کنند. فرمانده ابتدا به سرباز و بعد به مردم شلیک می کند. گلوله از دل صندوق اعانات کارخانه رحیمزاده رد شده قلب کارگر را می شکافد. آن طرف آبی ها به آب زده به میدان می رسند. کارگر کارخانه زاینده رود خودش را جلوی تانک می اندازد. نظامیان دست از سلاح شسته میدان را خالی می کنند. جمعیت چهارباغ را پر کرده به تلگراف خانه می رسند. تلگراف شدید و لحنی به دست نخست وزیر وقت می رسد. التهاب با کشمکش بر سر خاک سپاری نعش کارگر به اوج می رسد. خطر هرج و مرج همه کشور را فرا گرفته است. در 7 اردیبهشت دکتر محمد مصدق نخست وزیر می شود. در مرداد 30 منچستر ایران افتضاح در افتضاح است. تا زمستان دکتر مصدق که درگیر انقلاب بزرگ دیپلماتیک نفتی ایران با دنیای غرب است، از مردم تقاضای خرید اوراق قرضه ملی می کند. در اصفهان مردم در خرید اوراق از هم سبقت می گیرند. کازرونی روی اصفهانی را سفید کرده با خرید 10 میلیون ریال قهرمان ملی خرید اوراق قرضه می شود. سال 31 کارخانه ها 3 سال است سود به سهامداران ندادند. در 25 تیر 31 دکتر مصدق در تقابل با شاه استعفا می دهد. مردم در تهران تظاهرات می کنند. در اصفهان از 29 کارخانه ها تعطیل و مردم به خیابان می آیند. در 30 تیر شاه تسلیم شده، مصدق به کار برمی گردد. در کارخانه ها جشن برپاست. آبان ماه در تهران آیت الله کاشانی به فروشگاه وطن کازرونی می رود. سال 32 تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران هنوز بیداد می کند. در 25 مرداد 32 در تهران کودتای نظامی علیه مصدق شکست می خورد. اصفهانی ها با تعطیل عمومی و تظاهرات شدید پاسخ کودتاچیان را می دهند. شاه فرار می کند. صبح میدیم بیرون دیدیم شهر شلوغ است. همچنین اصفهان دیدیم کارگرها تمام میدن تظاهرات میکنند. میدونید
میگفتن 22 اسفند، حالا میگن انقلاب. از 22 اسفند راه افتادند و اومدن برای میدونی شاه که حالا میگن میدونی امام. با خون خود نوشتم یا مرد یا مصدق، اینا رو نوشتن و تقریبا مصدق و تشنیم میکردن شعار و زنده باد مصدق میگفتند و اومدن میدونی شاه با بازاریا با هم یکی شدند و ما اینا تا ظهر تو این تظاهرات بودیم. تظاهرات کردن رفتن اون طرف که مجسمه بود، مجسمه شاه را تناف انداختند و رفتن بالاش با اره زدند و مجسمه را آوردن پایین. دکتر مصدق رو ببین دارد میخندد، حسین مکی رو ببین شیرا میبندد، سرگدف شد توست تو مردی چرا کاشانی ها نبردی. کی میگو؟ زمانی که مصدق رو کار اومد. حسینی مکی چی بود؟ وزیری نبود. شیرا به رو انگلیسا بس بنا کردن تیر گلوله زدن. من پا مجسمه بودم، من دویدم اومدم پشتی شمشادا اینقدر بود، پشتی شمشادا سرم دولا کردم پشت شمشادا که گلوله بهم نخورید. ما دیدیم تیر دارد همجور روی اسفالت دارد چمونه میکنه، اینا ما خودمون گذاشتیم پشتی سناره بزرگی داشت ساربا، پشتی این سناره گذاشتیم خودمون رو دیدیم شلوغ تریلی ها میان دا زاویز شاه میگن دا مرج بر مصدقا شعار میدادن مصدقی کله چه دوار سیاستش رفل و فتوقا اینا رو میگفتن. ما تعجب کردیم همین زمان چه صبح ما میدیدیم چه دارن میگن زاوید زنده باد مصدق شما میگن زاوید شاه. همینی که میرقصید و میگفت که رضا شاه سر سل اومد پسرت بی خودی در اومد 48 ساعت بعده گفت حالا دیگه بشکنه شاه مصدق شیکنه مصدقی کله کدو سیاستش رفت لاپتو نه شیخ میخوام نه مولا البته آیت الله ولکن بابا استالله مصدقا گرفتندشا. این یه انقلاب. عقیده من نمیتونم عقیده برای مردم پیدا بکنم، عقیده ندارم. خود من یه وقت از این دروازه دولت که راه می افتادم رفتم به طرف چهارباغ، هر 100 نفری که رد می شدن 90 نفرشون به من تعظیم می کرد و سلام می کرد. یه وقتی هم بود که از همین دروازه که راه می افتادم هر 100 نفر 90 نفر به من فوش خار و مادر می داد. با کودتای 28 مرداد 32 همه چیز عوض می شود. بحران کارخانه ها ادامه دارد ولی با دخالت حکومت صدا از ندای کارگر و کارفرما بلند نمی شود و خیابان دیگر شاهد حضور این پیرهای نشسته در پارک نیست. در 10 سال نخست بعد از کودتا تنها همین کارخانه بافناز یا شهناز سابق است که حیاتی پر رونق دارد. برادران همدانیان علی و حسین که در سالهای دهه 20 کارخانه صنایع پشم را اداره کرده‌اند، ساخت شهناز را در هرج و مرج سال 29 شروع می‌کنند. این آخرین و بزرگترین کارخانه چهارباغ به سرعت با جدیدترین دستگاه‌ها تجهیز شده به سوددهی می‌رسد. در بهترین دوران تا 4000 نفر در 3 شیفت در کارخانه کار می‌کنند. 4000 کارگر داشت اینجا، خیلی بزرگه اینجا. این قسمتی اول پارکینگ، بعدش بافندگی، بعدش قسمتی حلاجی، طرف اون سمت تکمیل و گلزنی و اینا بود.
اون ساختمان آجریه که هواکش داره الان مثل برج، اونجا قسمت حلزی بود که ما کار میکردیم توش گوده گلپن واسه همه شد. هر 6-7 سالی خالی میکردن میفروختن به مهد کنه یا برای پنبه گلپن بارو. در دوره‌ای که 8 کارخانه نساجی بزرگ شهر از نفس افتاده‌اند، علی همدانیان با سرپا نگه داشتن 2 کارخانه خود، صنایع پشم و شهناز و ساخت کارخانه‌های سیمان و قند، مظهر سرمایه‌دار کارآفرین شهر است. کدورت‌های به جامانده از دهه 20 و تهمت‌های کور کارگری و فشارهای حکومتی به فوت نابهنگام همدانیان در سال 1342 می‌انجامد. برادر کوچکتر حسین همدانیان به وصیت برادر ثروت و صنعت به جامانده را با عنوان خیریه همدانیان، بزرگترین خیریه خصوصی تاریخ ایران تا آن زمان، ثبت می‌کند. در اوایل دهه 50 با فشار ساواک، خیریه به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی واگذار می‌شود. حسین همدانیان، میلیونر مستقل شهر، سالهای آخر عمر را در زندان و بیمارستان گذرانده در خرداد 57 در غربت جان می‌دهد. وقت ما چقدر آدمای خوبی هست، همه آقا را تو دفترش در روش بستن، گشنش گذاشتن به هر جهت. گفت دل میازار که هر دل به خدا راهی هست، اون که را هیچ به کف نیست به دل آهی هست. و اما محمد جعفر کازرونی و وطن. وطن که دهه 20 را به سختی تاب آورده است، در 2 دهه بعد علیرغم کوشش‌های کازرونی در اخذ وام‌های کلان بانکی هر روز بدهکارتر می‌شود. وقتی کارخانه زیاد شد و مدرن شد، مدرن آوردن، اون کارخانه که 1000 تا کارگر داشت خیلی عقب افتاد. اینجا یک کارگر 100 تا ماشین نساجی، 50-20 تا ماشین نساجی می‌گردون. در کارخانه زاینده رو هر یه نفری یه ماشین نساجی، اونم مثل کیش با پی قدیم خودمون. هرچی میگفتم آقا یه دونه این ماشینا رو بیارین، با طاقه اول ماشینی که از این در میاد پول ماشین پرداخت شده. بابا میگفت من کارگری بعد وقتا چیکار کنم؟ بیرونش کنم نمیتونم. همه اشکال کار سری دل سوزی من جعفر بود برای کارگراش. در سال 1346 برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران با تصمیم هیئت دولت، کارخانه وطن همچون ریسباف و زاینده‌رود به نهاد دولتی هیئت حمایت از صنایع سپرده شده و در سال 1351 از شهر می رود. از وطن حالا همینها مانده است. کازرونی در مرداد سال 58 در جریان درگیری‌های کور بعد از انقلاب اسلامی ترور می شود. بله خدا بیامرزه. خدا عجب مردی بود، عجب نور رسونی بود. خدا بیامرزدش. یه مردی که 13 تا مسجد ساخته بود، خاک و زغال به مردم میداد، لباس به مردم میداد، 5 تا مدرسه درست کرده بود، دانشگاه داده بود، زمین‌های ورزشی داده بود، زایشگاه کازرونی درست کرده بود که از تو ایران دکتر نبود. این کشتن داشت، موزه ها طلا می‌ریختن، نباید گوله بزنن تو شونش. از نیمه دوم دهه 40 با گسترش پرشتاب بافت مسکونی شهر و ساخته شدن شهرک‌های صنعتی، کارخانه‌های نساجی نیمه جان آرام آرام از شهر بیرون می‌روند
و کارگران که روزی پارچه‌های لطیف می‌بافتند، حالا خودشان را برای تولید تیراهن در ذوباهن اصفهان آماده می‌کنند. کارخانه‌های امروزی کم و بیش این شکلی هستند. و اما پیرهای ما بعضیشان هنوز کارهایی می کنند. پسر کازرونی در زمین به جا مانده از پدر بزرگش کشاورزی می کند. یکی توشون کار میکنم من. تمامی نبا یه خوردن تموم کردن. برادرم هم مخصوصا همش هیچکشون. فقط منم که چیه کاری کردم. اسم اومد میخوام نگه دارم. اونم به خدا قسم این دنبال یه قرون مال باشم. یه چیزی بخوام. میخوام یه 100 نفر نون بخورم. یه 100 نفر اینجا نون بخورم. مثل امثالی. یه ورش بی یه ورش چرم خاردار رفت دستین شده. ای چه پشه اینا پاک کنه بهترین انار توش درمی. شیرین ترین انار اینو. اتفاقا این چرم تو بهترین انار رفتم. خیلی گوده و 15 تا انار اینجا. 5-6 تا تریل اناره. حالا یه دستگاهی میخوام بیارم برای دون کردنه ان شاء الله سال دیگه. ببینید چه رفت الان تمام انار خوبه. آدم هضم میکنه. شیرین ترین اناره. مامان نرگس که 30 سال مسئول نگهداری کودکان زنان کارگر بوده، در اتاقی در خانه پسرش زندگی میکنه. اینا میگم که 9 ماه بعدش سر ریس بابکو رفتم 9 ماه بعدش این گیرم اومد. آقای زیدی گوشهایش سنگین شده دیگر صدای ما را نمیشنود. خب پیریه دیگه نمیشه کارش کرد. برادران مجیری دست هم را میگیرند و دفترچه کارگری نشانمان میدهند. در تاریخی 20/11/31 دفترچه ایشون دادم چه 35 ریال حقوقش بوده. آقای خلیلیان هنوز در پارک به انتظار می نشیند و خاطرات درگیری ها را مرور می کند. آقای امیدیان که روزی نانوایی های کارخانه ها را می ساخت، حالا ورزش باستانی می کند. الهی تا و تو نیایی ما نخندم آی. شمس صدری به سنت هر ساله اجدادش روزه میگیرد و شبیه خوانی میکند. حال برای رضای حق و رضای بنت رسول میرم تا بگویم از آن الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. آقای اسپهپور برای ما شاهنامه میخواند. یکی پند گویم تو رو از نخست، دل از مهر گیتی باید بشست. آی مکن بد که بینی سرانجام بد، ز بد می شود در جهان نام بد. که هر چند بد کردن آسان بود، به فرجام از او دل هراسان بود. همه عمر نیکی کن و راستی، چنون دون جهان را تو آراستی.
گیتی. و اما ریسباف. ریسباف که هنوز به ما راه نمی‌دهد، سر دوراهی ماندن به عنوان نماد روزگار سپری شده شهر یا همرنگ شدن با خیل آپارتمان‌های بدقواره دور و برش چشم به راه و حیران مانده است. چشم به راه مردمی که نمی‌داند به حیات دوباره اش می‌اندیشند یا به ممات عنقریبش. و حیران آدم‌هایی که خیال می‌کرد در خیالشان زنده است و حالا در شهر زندگی می‌کنند و بیان که ببینندش از کنارش می‌گذرند بیان که بدانند زمانی نه خیلی دور اصفهان روز و شب خود را در بوق این کارخانه‌ها به سر می‌کرد. و هر کس صدای بوق کارخانه‌اش را می‌شناخت. همه شهر صدای بوق‌ها را می‌شناختند.